لوار برای برادرو گفته بودیم گفتیم که خیریه میکنیم اینا آوردیم دادمشون خداوند نگهبانت باشه خیرت خداوند قبول گردونه اگر بهادر اینا گفتگی تو آوردم خداوند نگهبانت باشه خیر برای برادرو آوردم رسوندم خداوند نگهبانت باشه در امان خدا باشی مال برادر خداوند نگهبانت باشه خداوند خیرشون را قبول کنه پروردگار در این ماه شریف رمضان پروردگار 18,000 اولاد خیرکاتون را به درگاهش قبول کنه در پشت پناه الله باشیدون همیشه دورنده و تینده تون کنه همین ما را دستگیری کرده خدای مهربان شما را دستکاتون را گیره و در این ماه بزرگ در این بیگه دهه رمضان پروردگار همیشه دورنده باشه عمر درازی به برکت یتونه همین وبا را بین ما مسلمان‌ها بین همه بنده ها پروردگار دور کنه و خدای مهربان شفای کامل عطا کنه منوبتن ما را پروردگار نگهبان باشه فرزندکامون هم در اونجا هم عکس خدا در پشت پناه خودش نگهدار شود این خیرهای کرگیتان را به درگاهش قبول کنه در دفتر اعمالتان نوشته کنه در روز محشر پروردگار دفتر اعمالتان را به دستی راستان خدای خداوند کریم عطا کنه خدا جان همیشه دورنده و تینده باشه خدا جان رحمت اینم رحمت خدا جان از همه چی در درون میشناسه از میبرم میتیم کنم زنده باشه در این دعوت باید چیزا میکنیم همش علاقه شما در قول گرد نیست خدا جان هزار رحمت خداوند نگهبانتون باشه در امان خدا باشه خدا نگهبانت باشه هزار رحمت شما